خب سوال من اینه که معمولا روشنفکران خود را طرفدار این یا آن گروه‌های سیاسی نمی‌دانند و در بسیار حالت از مخالفین نیز انتقاد می‌کنند. بازداشت خلیلزاده و عبدالقادر رستم چه پیامی می‌تواند داشته باشد، مخصوصا به قشر روشنفکر تاجیک؟ خب دوستی عزیز، یک روشنفکر شرط نیست که طرفدار این یا آن گروه سیاسی باشد. یک روشنفکر می‌تواند عضو این یا آن گروه سیاسی باشد، این موقع شخصی او است. می‌تواند عضو هیچ گروه سیاسی نباشد و بهترش هم این است که نباشد و می‌تواند از اپوزیسیون هم انتقاد کند و خیلی خوب هم می‌کند که از اپوزیسیون انتقاد می‌کند و باید هم انتقاد کند و از حکومت هم باید انتقاد کند. و اما ببینید دوستی عزیز، روشنفکران تاجیک، اصلا من بارهایی را گفتم، من اون قشری را که امروز روشنفکر مینامه و حتی منم در صحبت‌هایم همچون نماینده روشنفکران صحبت میکنم نسبت این نفر، من اصلا اینها رو روشنفکر نمیدونم، روشنفکر هم حساب نمیکنم. انسان‌های اندیشمند، انسان‌های باسواد، صاحب قلم، انسان‌های دانشمند میدونم، اعتراف میکنم، اما روشنفکر یک چیزی کاملا دیگر است. روشنفکر کسی نیست که حتما دانشمند قوی باشد، حتما قلم خوب داشته باشد، حتما خطیب یا واعظ یا سخنگوی خوب باشد. گیتلر هم خیلی سخنگوی خود بود. شما اگر صحبت‌های گیتلر را تماشا کنید، صدها هزار آدم را در استادیون‌ها جمع میکرد. وزیر تبلیغات و پروپاگانداش نامش یادم رفت، اونم دانشمند خوب بود، خیلی قلم خوب داشت، ولی اینها رو نمیشد روشنفکر گفت. در تاجیکستان هم خیلی دانشمندان و خیلی اندیشمندان و صاحب قلم زیاد است، ولی اینها اون توان و قدرت و هنر خود را در خدمت ضحاک گذاشتن. خب مگر میشود یک نفر رو روشنفکر گفت وقتی که ملتش در زیر ظلم است، یک گروه را زندانی میکنن، او خاموش است، او در فکر نجات خودش است؟ نه، من این را روشنفکر نمیگم، من این را اندیشمند، دانشمند، صاحب قلم، آدمی باسواد میدانم. خب این نظر شخصی من. روشنفکران واقعی تاجیک اگر از من بپرسید که کیها را نام میگیرم، شاید مثلا استاد مومن قناعت. استاد مومن قناعت در همه دور و زمان نظرش را گفت، نترسید که زندانی میشود. اگر بارها، حتی یادم هست در سالهای 2012-13 گفت که وقتی که دید که امام رحمان چیکار کرده ایستاده است، گفت جنگ شهروندی هنوز هم دوام دارد. یعنی اگر جنگ شهروندی دوام ندارد، پس رحمانوف چرا این کار را نسبت طرف دیگری ایجاد میکند؟ این را میگن روشنفکر. برزو عبدالرزاقوف، مهمانشاه شریفوف، اینا روشنفکرند. اما یک نفر قلم خوب دارد، متن خوب می نویسد، فکرای خوب دارد، سخنگوی خوب است، او روشنفکر نیست. اتفاقا از همه تاریک فکرترین انسان ها در تاریخ بشریت، در تاریخ حکومت های دیکتاتوری، باز هم همون انسان های باسواد هستند. بنابراین همین دوستان گرامی، اون برادری که این سوال را داد، من فکر میکنم که حالا تقدیر دیگر روشنفکران چی می شود؟ یعنی دیگر حالا روشنفکر نگیم، صاحب قلمان، اندیشمندان، انسان‌های باسواد، اینا دو راه دیگر ندارن، یا مهاجر می شوند، فرار میکنن، یا مثل دیگر صاحب قلمان و مثل دیگر باسوادها کاملا خاموش و در خدمت ضحاک، دیگر راه ندارن. اگر بیان مثل عبدالخلیل خالقزاد، مثل عبدالقادر رستم، مثل چند نفر دیگر بگن که نه، من به کار خود مشغولم، اما گاه گاه یک چیز میگویم، یک چیز مینویسم که نظر من بگذار زیدی حکومت نباشد، اما از نظر این گروه حاکم فرق کند یک کمی. مثلا خب بالاخره منم انسان هستم، موقع شخصی دارم. این نظر شخصی خودم رو میگم که از نظر امام علی رحمان، از نظر یتیموف، از نظر رمضان رحیمزاده یا اون دستگاه تبلیغاتیش، از نظر سیاف میزراب، عبدالقادر طلبک، از این گروه فرق میکند. این الکی جنایت است در تاجیکستان. دوستانی عزیز، باید بدانید آدمانی باسواد، آدمانی
حالا یک کمی خودتان رو احترام میکنید، نمیخواید مثل توده باشید در تلپه زندگی کنید، میخواید یک شخصیت داشته باشید، نه، تاجیکستان دیگر جای شما نیست. یا هجرت میکنید یا کاملا خاموش و شروع میکنید به تبلیغات و به پروپاگاندا، گروه جزی همون گروه آوانگارد و چاپلوسان خواهید شد. من تا روزی که ملت به پیروزی نرسد آینده این قشر را در همین میبینم.